پرزیدنت تاجیکستان امومعلی رحمان روز 16 اکتبر سال 2023 با امضای یک فرمان یکباره سه دادرس بلندپایه دادگاه ولایت سوغد را با سبب رسیدن به سن نیایی در وظیفه سودیا بودن از وظیفه آزاد کرد. از جمله رحمتزاده اسماعیل از وظیفه معاون رئیس سود ولایت سوغد، عثمانزاده عادلبای از وظیفه معاون رئیس سود ناحیه جبار رسولوف ولایت سوغد، عثمانزاده شوغفرانوف از وظیفه رئیس سود حربی گرنیزون خوجند با سبب رسیدن به سن نیایی در وظیفه سودیا بودن آزاد کرده شدند. درباره اینکه بجای این سه نفر که به این منصب‌های بلند تعیین شدند فعلا خبری داده نشده است. تعیین و برکناری سودیاها در تاجیکستان با فرمانهای پرزیدنت صورت میگیرد. نظام دادگاه در این جمهوری یکی از ساحه اعظم فساد زده به شمار می رود. در تاجیکستان در عموم بیش از 400 سودیا کار می کنند. در 10 سال آخر تقریبا 30 سودیا با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودیا را پست میزنند از منصب رانده و دستگیر و برخیش به زندان محکوم شدند. اکثر آنها با جرم گرفتن پوره به دست میافتند، ولی مقامات عادتا از شر پرونده های دادرس های به دست افتاده خودداری میکنند.